سلام بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 10 سپتامبر است. ما با اتفاق همکاران در تاجیکستان و پراگ شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا با موضوعات اساسی نشر برنامه شناس شوید. در ولایت مسکو شب گذشته در پی حمله پهپاد یا درون چند بلنداشیانه آسیب دید و یک نفر کشته و چند کس زخمی شد. مقامات در تاجیکستان از کم شدن شمار معتادان مواد مخدر خبر دادند. سازمان‌های جمعیتی کم شدن دسترسی به نشأه را سبب می‌آورند. اول نمی‌تونیم حال زندگی خوب داشتم و در شانسون دست داده. نرخ گاز مایع در تاجیکستان بسیار بالا رفت. راننده‌ها میگویند علاج دیگری بجز خریدن آن ندارند. 5.5 بود. اکنون نسبتی و کمتر بلندتره که اگه چیکار میکنه دیگه کار همه چی داره. شب 10 سپتامبر به چند بینا استقامتی بلنداشیانه در شهر رامینسک ولایت مسکو هواپیماهای بی سرنشین یا درون‌ها برخوردند و در نتیجه یک زن 46 ساله جان داد. مقامات روسیه در این کار اوکراین را گناهکار کردند. ولی پدماسکوی اندری ورابیوف گفت که 4 نفر دیگر زخم برداشتند و از 102 خانه در این بینا 54 تای آن آسیب دیده است. شبکه‌های اجتماعی از 2 حمله دیگر احتمالی پهپاد خبر دادند. غیر از این شب گذشته فرودگاه ژوکوفسکی در ولایت مسکو مورد حمله قرار گرفت و فرودگاه موقتا نشست و پرواز هواپیماها را قطع کرد. ورابیوف گفته است که پهپادها را در شهرهای دیگر ولایت مسکو، پادولسک، لوبرتسی، دامادیدوو و کلومنا هم نابود کردند. مقامات اوکراین نیز روز 10 سپتامبر از حمله گسترده روسیه با پهپاد و موشک‌ها به زیربنیادهای حیاتی شهر کیف و دیگر منطقه‌های اوکراین خبر دادند. در تاجیکستان قیمت گاز مایع یکی از سر استفاده ترین نوع سوزشواری در مقایسه با ماه‌های گذشته بسیار بالا رفته است. بر اساس مشاهده‌های مؤسسه‌های امدادی قیمت 1 لیتر گاز مایع نظر به یک ماه پیش حالا 17% و در مقایسه با سال گذشته 30% بالاتر است. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر سویف در همین باره. اکثر خودروها در تاجیکستان به دلیل ارزانتر بودن گاز مایع را استفاده می‌کنند. اما از آغاز ماه ایول قیمت آن از 4 سامانی و 80 درم به 8 سامانی و حتی 8 سامانی و 20 درم دکه خورد. وزارت انرژی دلیل بالا رفتن ارزش آن را به آن مربوط دانست که توجه به الکترومبیل در تاجیکستان زیاد شده است و طلبات به گاز کم. گاز مایع سبب آن است که اکثریت استحصال کنندگان گاز مایع که ما از دولت‌های همسایه از آن جمله از قزاقستان و اساساً از قزاقستان وارد میکنیم در همین موسم وایها اکثریت اقتدارهای کارکرد خود را به تعمیر میبرند. در قزاقستان ما اومدیم 2.5-3 سومون. در کجا؟ در قزاقستان. در روسیه چی؟ در روسیه خدمات زیر انحصاری تاجیکستان بلندشوی بی اساس را مشاهده نکردیم. اون چیزی که از بیرون وارد کرده می شود البته تغییراتی در بازار با مشاهده خواهد رسید. ولی صرف نظر از بهانه تراشی های گوناگون مقامات دولتی، تاکسیرانها میگویند این نرخ برایشان گران است و خراجات آنها را تقریبا نمی پوشاند. 780 تین گازپروم. دیگه زاپرافکو فرق میکنه. گوتاش 830 تین. گوتاش 8 سومو. اکنون نسبتی او پیشتره که 5.40 بود، 5.70 بود، 5.5 بود. اکنون نسبتی و کمتر بلندتره که چیکار میکنه دیگه کار همه چی داره. شرکت های وارد کننده گاز پس از سفر اخیر رئیس جمهور قزاقستان به دوشنبه به توافق های اشاره میکنند که از نظر آنها گویا با پایین آمدن ارزش گاز مایع هم بی تاثیر نخواهد بود. تاجیکستان گاز مایع را عمدتاً از قزاقستان و مقدار کمی آن را از روسیه و ازبکستان وارد می‌کند. در تاجیکستان 14 شرکت وارد کننده گاز مایع است، ولی نمایندگان چنین شرکت‌ها نمی‌خواهند آشکارا درباره سبب و عامل‌های افزایش نرخ صحبت کنند. این شرکت‌ها 94 از 102% گاز وارداتی به کشور را از شرکت تنگیز شورآیل قزاقستان می‌خرد. تاجیکستان در نیم سال گذشته از خارجه بیشتر از 200,000 تن گاز مایع وارد کرده است که نسبت به نیم سال گذشته بیشتر از 12,000 تن کمتر است.
مقامات تاجیک میگویند در کشور شمار معتادان مواد مخدر یا نشأمندان کم شده است. سازمان‌های جمعیتی که با این گروه کار میکنند سبب را در هرچی بیشتر دستنورس شدن مواد مخدر در بازار سیاه میدانند. هنوز 20 سال پیش معتادی یک دردسر سخت جامعه تاجیکستان و از جمله زنان بود. آیا می شود گفت که این مشکل حل شده است؟ در این باره همکارم شهلوی عبدالله گزارش میدهد. من شکیه با مزاش چشدم دیگه با مرواریدی 23 ساله پس از 3 سال معتادی تصمیم گرفت که دیگر نشأه استفاده نبرد و تبابت کند. سبب این بود است که پیدا کردن مواد مخدر برایش مشکل شد. ازش نمایی گفتن مکنه بعدم توبه بدومده. او یتیم بزرگ شده به گفتهش حیات ناسالم داشت و به این راه رفت. استعمال کردیم استفاده بودیم. بعد که رفتیم و بانی رو بودنشیم. به اطلاع اگنتی نظارت مواد نشآور در نیم ساله اولی سال روان صف نشأمندان در تاجیکستان کم شده است. اما این نهاد از زیاد شدن شمار نشأمندان میان زنان خبر داد که 109 نفر بودند. مسئولین وزارت تندرستی میگویند تاجیکستان در سمت پیشگیری از بیماری‌های نشأمندی و کاهش عاقبت‌های آن دستاوردهای نظر است به دست آورده است. 3 برنامه دولتی و 2 استراتژی تهیه و عملی کرده شده. استراتژی از جمله استراتژی آخرین استراتژی جمهوری تاجیکستان اوید به نظارت مواد نشآور در دوره سالهای 2021-2030. سازمان‌های جمعیتی که با این گروه کار می‌کنند عامل‌های دیگر را هم مثال می‌آورند. واقعاً شاید مقامات تا جای حق باشد و شمار نشأمندان کاهش یافته است، اما این عامل‌های گوناگون دارد. یکم اینکه در بازار تاجیکستان دیگر دسترس کردن مواد مخدر خیلی دشوار شده است. شمار مواد مخدر هم خیلی کم شده است. از جمله هروئین قریب که در شهر دوشنبه دستنورس است. اگر پیدا هم کرده شود نرخش خیلی بلند است و نه هر کس امکانی خریدن آن را دارد. دیگر سبب این است که شاید شمار مراجعت کننده ها هم و مرکزهای نارکولوژیکی آمار در اساس آن تهیه می شود کاهش یافته است. بعضی از معتادان امکان معالجه را که در حال حاضر در کشور پولاکی است ندارند. از این رو مراجعت نمی کنند. قهرمان گزارش ما که استفاده مواد نشادار به سلامتی و زندگیش تاثیر رسانده است از کرده پشیمان است. اگر نمی‌کنیم حال زندگی خوب داشتیم. یگان شانس را دست دادیم. اگنتی نظارت مواد نشآور میگوید فعلا در جمهوری بیش از 4000 افراد گرفتار به نشأمندی را ثبت کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 117 نفر کمتر است. سن سال آنها از 35 تا 50 ساله بوده است. با باوری سازمان‌های بین‌المللی تعداد معتادان به مواد مخدر نسبت به رقم‌های رسمی بیشتر است. امروز دادگاه شهر سمرقند در ازبکستان یک روزنامه‌نگار و بلوگر را که مشکلات جامعه این محل را پیگیری میکند به 10 روز حبس مأموری محکوم کرد. بهادر حسنوف که با نشر نوارهای انتقادی از مشکلات سمرقند معروف شده است، به اوباشی و تحقیر عیبدار و به پرداختی جریمه وظیفه دار شد. همکارم مومین احمدی قضیه را پیگیری کرد و حالا با ما در استودیو است. سلام مومین، جزئیات این پرونده را لطفاً بگویید. سلام خیرامان، سلام بینندگان ارجمند. واقعا امروز دادگاه در سمرقند روزنامه‌نگار و بلاگر بهادر حسنوف را در اوباشی و تحقیر گناهکار دانسته به 10 روز حبس محکوم نمود. دادگاه همچنین امر داد که حسنوف $200 جریمه بپردازد. پلیس گفت که حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شد. جهانگیر سعداللهیف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند روز 2 سپتامبر گفت هنگام نواربرداری زنی از حسنوف طلب کرده است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی او گویا در پاسخ زن را تحقیر کرده است. خود حسنوف یک روز پیش در فیسبوک نوشت که پلیس او را برای نشر ویدیوی
شکایت یک ساکن سمرقند تعقیب دارد. او از جمله گفت چند روز قبل درباره با زور از خود نمودن یک قطعه زمین در ناحیه سمرقند گزارش دادم و این را منصبداران سمرقند خوش نداشتند. آیا روزنامه‌نگار از حکم شکایت خواهد کرد مومن؟ فعلا خیرامان این چیز معلوم نیست، ولی پدر بهادر حسنف روزنامه‌نگار معروف نشریه آواز تاجیک اتهام دادگاه را بی اساس و تهمت نامیده است. ظاهر حسنزاده گفت که مرافعه پسرش به حضور نزدیکان و ادوکات برگزار شده است. او گفت مقامات می‌خواهند با این راه پیش راهی صدای انتقاد را بگیرند. بهادر حسنف با مطرح کردن مسائل مورد نگرانی ساکنان محلی مثل مشکلات راه و حرکت، کمبود آب و دیگر مسئله ها معروف است. در پی گزارش‌های انتقادی او مقامات در گذشته عصبانی شده ولی مجبور شدند مشکلات را حل کنند. بهادر حسنزاده تنها فعال نیست که بازداشت می شود. در دوره رهبری شوکت میرزیویف در 7 سال گذشته در ازبکستان ده‌ها ژورنالیست و بلاگر تنقیدگر زندانی شدند. مورد تعقیب و فشار و ترس قرار گرفتند. مومن احمدی بود با جزئیات حکم حبس ژورنالیست فعال از سمرقند بهادر حسنف. در یگانه مکتب میانه مهاجران افغان در دوشنبه امروز 10 سپتامبر درس‌های نخستین سال نو تحصیل شروع شد. در این مکتب در حال دوباره باز شد که همانا مسئله اجازتنامه فعالیت تعلیمی در این مؤسسه حل خود را نیافته است. مسئولان مکتب میگویند با وجود چنین وضع 500 شاگرد مؤسسه نباید از تحصیل دور مانند. گزارش ارشاد سلیمانی و برات یوسفی. این مکتب علیرغم اینکه با مشکل دریافت اجازتنامه فعالیت روبرو است، امسال در خود را برای نزدیک 500 دانش آموز افغانستانی مقیم تاجیکستان باز کرد. این در حالی است که همسالان از صنف 6 بالای این دختران را طالبان در افغانستان نمیگذارند و مکتب روند. 2 هفته قبل یکی از هموطنان عزیز ما نزد ما آمد، گفت میخوایم که فرزندان خود را شامل مکتب بسازیم. گفتم چی وقت از افغانستان آمدی؟ گفت 2 هفته میشه. گفتم چرا آمدی؟ بعد از گذشت 3 سال. گفت طالب ها میخواستن که دختر مرا به زور سرش ازدواج بکنن و به نکاح خود در بیارن. یک ماه پس مهلت اجازتنامه کار مکتب سامانیان تمام می شود. با دلیل بر اساس نظام پیشتره معارف افغانستان فعالیت کردن این مکتب، مشکل حقوقی تمدید اجازتنامه آن در مقامات تاجیکستان پیش آمده است. ما به خاطر حل این مشکل یک ملاقاتی همراه معاون وزیر معارف داشتیم که سفیر صاحب و هیئت رهبری مکتب رفته بودیم و اونا وعده همکاری دادن که در این قسمت نه تنها در قسمت همین جوازی که شما گفتین، در بخش‌های دیگه هم همراه ما همکاری خواهد کرد و وعده بسیار خوبی داد. مکتب سامانیان در 2 سال اخیر با مشکلات زیادی روبروست. سال گذشته با دلیل پرداختن نتوانستن اجاره پولی از بینای سابقش رانده شد. برای تمام افغان‌ها یک در امید علم است. اینا باید چی کنن؟ از اینجا علم و معرفت خود را بیاموزند. صرف نظر از مشکلات مکتب، یما در برابر والدان دیگر 2 دختر خود را با امید دریافت دانش به این مکتب آورده است. و ما از فرزندای خود توقع داریم امو جامعه که ضرورت به دکتر مرد داره، ضرورت به دکتر زن هم داره. بنابراین ما می‌خوایم که در آینده فرزندان ما تضمین باشه و تحصیل و تعلیم خودش تضمین کننده آینده فرزندان می باشند. این مکتب سال 2001 با قرارداد میان وزارت‌های معارف تاجیکستان و افغانستان تأسیس یافت. تا زمان به قدرت رسیدن طالبان، پول اجاره مکتب را وزارت معارف پیشین افغانستان میداد. سالهای 2021-2022 پول اجاره مکتب را سفارت امریکا در دوشنبه پرداخت. حالا از هر مکتب خوان ماهانه 150 افغانی معادل $13 حق تحصیل میگیرند. جدا از این مکتب، تاجیکستان و فرزندان مهاجران و پناهندگان افغانستانی اجازه داده است که در مکتب‌های دولتی همگانی رایگان آموزش ببینند. بینندگان ارجمند، برنامه ما در همینجا به آخر میرسد. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. خدا نگهبان شما.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Prague.